یا حبیبم یا محمد یا رسولم یا الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد درم عزیزان درباره امین کسب حلال، لقمه حلال برای شما من یک روایت گفتم. به همون معلوم است که در تاریخ عبدالله مبارک گفتگی یک سرور علما ها گذشتگی. همون عبدالله مبارک پدرشان مبارک، یعنی این آدم قل بودگی. همون آدم یک خواجه از بازار خرده میبرد و به خانهش برده، همین باغ انگرزار، همین باغ تو نگهبانی میکنی گفته میفرماید. قطعا همون مبارک جدا آدم تقوادار، آدم دانشمند بدگی. همون آدم باغ نهاز نگاه میکند. یک روز خواجه همون دوستاش گرفته میبیاد، در سورنده نشسته با مبارک میفرماید که مبارک از انگور گرفته بیا پیش مهمان ها و گفتن بس. مبارک انگور میبیارد که خوده میبینند که انگور ترش ناردان، بازم رفته میبیارد بازم ناردان ترش. بعد خواجه سر قهر کرده ای مبارک 15 سال این جانب هم باغ نگهبانی میکنی و فرق انگور شیرین کتی ناردان به ترش به نمیره. میگفتم بس. در همین وقت مبارک میگوید که ای خواجه وقتی که شما منو خریده گرفته آمدید این باغت نگاه کن گفتید، تو از میوه این باغ خور نگفتید. برای همین هم من 15 سال این جانب این باغ انگرزار شما ده کدامش انگور شیرین و کدامش ترشش نمیدونم، من خودگی نیستم. گفتم بس. میگوید خواجه با تقوای این آدم تن داده استاده. بعد یک دخترش همین مبارک به نکاح کرده میتید. از همین مبارک یک فرزند به دنیا می آید پسر که نام وی عبدالله موندن. عبدالله حاضر سرور علماها گفته یاد میکنند. من عزیزان لقمه حلال نتیجهش چقدر ناز بدنش از همین روایت برای من شما معلوم است. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.